من اومدم و تو تهران با شرکت آچاره کار میکنم. داشتم آماده میشدم که برم سر کار، چون امروز کارم خیلی سنگین بود. اینجا من فرصت استفاده کردم و یه چرت زدم. خیلی خوابم میومد، یه انرژیزا زدم که بیام سر حال. تاکسی نشستم منتظرم مسافرا بیان که راه بیفتیم بریم سمت پونک، سمت خونه مشتری و کارو شروع کنیم. رسیدم خونه مشتری و دمش گرم، خداییش چه پذیرایی مشتی ازم کرد. هرچی که فکرشو کنید آورد و منم زدم و انرژی گرفتم. کارم از آشپزخونه شروع کردم، چون بیشترین زمان میبره و کابینتو به شدت کثیف بود و پر خاکره بود و تنها راهش این بود که من با جاروبرقی اون خاکرها رو جمع کنم که هیچ رد و اثری ازشون نمونه که لکه بزنه توی کابینت. نوبت من باشه نوبت گاز بود که به شدت لکه داشت، لکه‌های روغن که کل گازو گرفته بودن و همه جا پخش شده بود و مجبور بودم با سیم اسکاچ بصابونم. همینطور که میبینید کف کل سالن خونه و کف اتاقا رو طی و جارو کردم و کمد دیواری و پنجره‌های اتاقم تمیز کردم و کارمو به پایان رسوندم. اینم از درآمد یه روز کاری من. خدا بده برکت. دمتون گرم که تا اینجا اومدید. لایک و ساب فراموش نشه. دورتون بگردم. خدا نگهدار.